عجب جنگی بود، 12 روز دهنمون گاییده شد. حالا چی با آقا بگیم؟ الان میاد میپرسه. چون که توی سوراخ موش بوده خبر نداره، یه چیزی میگیم. اومد. بچه‌ها پاشین سریع. از بس آفتاب ندیده شبیه زامبی شده. چرا؟ بچه‌ها چه خبر از فتوحات؟ آمریکا و اسرائیل نابود شدن الحمدلله. تازه پای منقل پا شدم. خبر خوب میخوام فقط. بله. اسرائیل که کاملا مخف شده و یه لکه مونده ازش. آمریکا هم به زانو در اومده و به زودی حسینیه میشه. گفته بودم دژمن هیچ غلطی نمیتونه کنه. ما ابرماندگوز منطقه ایم دیگه، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره میکنیم. این کسخلا چرا باز جمع شدن دور هم؟ آسمونشون هم که دست ماست. بزنین الان وقتشه.